شما در کدام حالت‌ها کودکتون میزنید؟ که غم میتیم برای هم میزنیم. و فکر نمیکنید که مثلا بر روحیه آنها تاثیر میرساند؟ میکنیم. اما باز هم میزنید؟ برای چی؟ برای یکون چی در کار میشه میگه اوچه بیته نباشه خیلی غم میتیم میزنیم نباشه ما خیلی با او یاردم کنم بیتیم برای هم میزنیم. در برای حقوقشان فکر نمیکنید که زدن ممکن نیست؟ میکنیم خیلی سر ویرون میگنن میزنیم. نه میشود در زندگی میشود گاه صبرم صبرو نیست عقلم فراستش قبول نیست میزنم لیکن هرگاه زدن فرزند به ایمان نیست این ناشکر بندگی است فرزند رو دشمن رو زدن در کار فرزند رو با سخن راندن در کار اما باز هم گاه میزنید؟ اکش باز کلانش نمیزنم برای چی از فرزند خود ایزا میکشم. و فکر شما تاثیر میرساند بر روحیه کودک وقتی مثلا میرساند چی تاثیر میرساند؟ وقتی که فرزند رو زدی دیوم بار فرزند وقتی که تو رو میبیند که اوشه ترس و هوایسش هست. ممکن نیست کودک زدن از روی چه بالون دارم؟ اگر گپ نشنوی کنه چی میکنید؟ گپ از با میفهمونم 100 بار میفهمونم کودک است و با تعلیم نقصی و با زدن و جو باید تعلیم میگیرد. ممکن نیست روی نقطه نظر آدمگر نه نظر طبی و ممکن نیست زدن. با فکر من زدن تماما ممکن نیست. من نمیدونم کدام حالت ده بچه مال مایده که ما گفتی چی گفته نمیتونم من نمیزنم فرزند. مورم اوتا چمو گفته که بچم این کار نکو این خود کلون حرمت کو میزدن یا بمبو؟ خیلی وقت میشون میزدن برای که صبح بینتزو میکنم میزدن مورا. چگونه تاثیر رسان بعد؟ خیلی نزدن که مثلا در سر مو زدن خیلی نزدن همین زدن خیلی همین یا شد به هر حال غمگین میشدید؟ کنیش نه برای که میشدیم مادرم زدگی یا نکی برای گناه کردگیم نخوندم همین سوال زدگی ما. به روحیه شما تاثیر رسان همین؟ بله میکنم. چگونه؟ کودک چه کاک بگونه حس میکنه نه مرا مادرم زد میگه من دوست نمیدارم میگه این سبب. یکم باشید مثلا کودک از حد گذراند شما مجبور شدید بزنید؟ نه فهماندن در کار معلوم است صحبت فردی معلوم است که زده نه کودک برای چی میزنی؟ فقط تنها کوشش کردن در کار که با صحبت فردی به دل کودک راه یافتن در کار تنها با کودک دروغ گفتن در کار اگر دروغ گوید و تو پگاه انتظار میشد که پدرم یا مادرم یا که مربیم برای من همین چیز گفته بود. نه وای کودک ترسان میشه و وای به حالت میشه بعد نه کودک رو زدن شما را در کودکیت هم میزدن؟ نه اونقدر نه. چقدر میزدن؟ کم. مثلا خیلی یا مکتب نمیرفتیم یا یکان کاری بر روحیتون تاثیر میکردن؟ خیلی میکرد چرا میکنم؟ چگونه تاثیر میرسون؟ خیلی برای نتونستم برای چی نکردن سرزنش میکردن در پیش همه این خوب نبود. پدر ما زدگی نیست. اما مادر شما میزد شما؟ خیلی میزنه و تربیه میکنه میزنه تعلیم تربیه میزنه و حالی هم میزنن؟ حالی هم میزنه و تربیه میکنه و هفته یا 2 بار تربیه میکنه دانشگاه میره روزی بزرگ تربیه میکنه خیلی اگه خطا یعنی نمیزنه خیلی تربیه میزنه خیلی همین خیلی تاثیر میره بچه بنده تاثیر میکنه تربیه میفهمونه ای کار نکه بچه‌مو کار نکه یعنی بر روحیه شما به پسیخیک شما تاثیر میرسونه؟ نه نمیرسونه که من مادر تربیه میکنه چی من میرسونه ای تاثیر یعنی یگان تاثیر میرسونه مثلا عصب وایرون نمیشه نه که مقصد عصب وایرون شده خیلی سوال نیست عصب وایرون نمیشه تربیه میکنه بزنه گوش میکنه گناه کرده نمیزنه اگر میزد دیگه نمیکردن گناه تو دومو تو سیمو نمیکردن میترسیدن درست دیگه بخیر با هم کار کردن با میزد